توی این ویدیو میخوایم که عجیب ترین قوانین مدارس توی کره شمالی رو با هم دیگه بررسی کنیم. پس حتما زور تا آخرش تماشا کنید. اول بریم سراغ کارهایی که اگه توی مدارس انجام بدیم نمره منفی میگیریم. اگه آرایش داشته باشی 5 نمره منفی، استفاده از دیوارالات 5 نمره منفی، اگه برچسب اسم روی لباستون نزده باشه 3 نمره منفی، پوشیدن دامن خیلی کوتاه 5 نمره منفی. بریم سراغ قوانین. شماره 1 کفش مدرسه. دانش آموزا وقتی وارد کلاس میشن باید کفشای بیرونشون رو با کفشای مخصوص مدرسه عوض کنن تا زمین تمیز بمونه. شماره 2 لاک نزدن و رنگ نکردن مو. دانش آموزا نباید حتی ناخن مصنوعی با لاک بزنن و هر از گاهی فقط میبینیم که بعضی از اوها رنگ مو تیره مثل قهوه‌ای دارن که مشکلی ایجاد نمیکنه. شماره 3 روزهای شنبه توی مدارس کره تعطیله، ولی ماموران دانش آموزان برای انجام تکالیف مدرسه میرن ولی دل بخواهیه. شماره 4 معلم یا معاون صبحها در کنار مدرسه میستن تا یونیفرم دانش آموزان رو چک کنن. هر روز صبح معاون انضباطی یا بعضی از معلم‌ها کنار در مدرسه میستن تا یکی یکی یونیفرم دانش آموزان رو چک کنن و اگه مسائل انضباطی رو رعایت نکرده باشه به دفتر انضباطی برده میشه. شماره 5 نشستن در کلاس بر حسب قد. در ابتدای سال تحصیلی به هر دانش آموز شماره شخصی میدن که باید تا آخر سال به یاد داشته باشه. مثلا اگه کلاس 35 نفر است، بلندترین فرد کلاس شماره 35 رو در اختیار داره و کوتاه‌ترین فرد شماره 1 رو در اختیار داره. معلم‌ها هم با توجه به این شماره اونا رو صدا میزنن. قرار گذاشتن با هم مدرسه‌ای. معلم‌ها بر این باورن که قرار گذاشتن میتونه به درس دانش آموز لطمه بزنه. به خاطر همین قرار گذاشتن رو ممنوع میکنه و اگه خبری در این مورد از هر دانش آموزی بشنون اون رو تنبیه میکنن و گاهی اوقات ممکنه به اخراج هم منجر بشه، مخصوصا سالهای آخر که خیلی مهم‌تره و حتی خانواده ها هم این اجازه رو بهشون نمیدن. اجازه گرفتن برای رفتن به حمام در مدرسه. معمولا اگه واسط پرسش یا امتحان باشه این اجازه رو به دانش آموزان نمیدن که به حمام بره، اما در مواقعی مثل زنگ بعد از ورزش این اجازه رو بهتون میدن به شرطی که وسایل بهداشتی رو کاملا با خودشون داشته باشن. حتی به راحتی خودشون میتونن وسایل بهداشتی رو تو کمد شخصیشون بذارن و هر وقت لازم شد ازشون استفاده کنن. احترام به معلمان و مدیر و مدرسه. قبل از سال 2011 قانونی وجود داشت که هر وقت مدیر، معاون یا معلم وارد کلاس میشد مبصر کلاس باید بلند شه و با صدای بلند بگه توجه. بعد همه دانش آموزان بلند شدن و بگم سلام استاد. اما بعد از سال 2011 این قانون برداشته شد چون معتقد بودن این خیلی محافظه‌کارانه است، باعث میشه معلم ها و دانش آموزان رابطه صمیمانه‌ای با هم داشته باشن. مرسی که تا آخرش تماشا کردید. از این بعد سعی میکنم لحنمو توی ویدیوها یکم تغییرتر بدم، چون این اول کارمه و نمیتونم یکم درست صحبت کنم ولی به زودی خوب میشه.